همونطوری که خیلی هم منو میشناسن، خب ما خانواده در کل ثروتمندی بودیم توی اهواز که خوزستان، من اهوازی هستم. ولی متاسفانه تا یه اتفاق بیزینسی زمانی که پدرم فعالیت داشت یک کلاهبرداری از ما شد. شرایط خیلی بدی رسید شرایطمون. نکن شما وقتی از بالا به سمت پایین بیاین خیلی سخت داره که شرایط. که نمیگم کسی که پایینه سختی که نمیکشه، 100% اونم میکشه. بعد از یه مدت فعالیتامو شروع کردم توی بازارهای مالی. ایرادهایی که توی این بازار بود برای کاربرانی که توی این بازار سرمایه گذاری و فعالیت که میکردن رو پیدا کردیم و شروع کردیم با اپلیکیشن ها و سافر ها یک سری سرویس جدید که دادیم. خرید و فروش ارز و طلا به صورت آنلاین. اصل درآمد من، سرمایه من از ترید که به دست اومد. من با سرمایه‌ای که از ترید به دست آوردم سرمایه گذاری های جدید که کردم. الان خب تیم ترید چندین تا ما داریم. ما شرکت هایی داریم که اصلا کارشون ترید کردنه، نیروهای قوی استخدام میکنن.